اگر میهمان هستیم، وارد محیط کار کسی شدیم، جایگاه مناسب نشستنمون رو بر اساس کدگذاری که تو جلسات قبل گفتم انتخاب بکنیم. یعنی یادمون باشه به حریم قلمرو اون آدم احترام بذاریم. شاید جایی که قرار من بشینم هر جایی نباشه، یعنی ممکنه اون جایگاهی که من به نظرم میاد جالبه برم اونجا بشینم جای کسی دیگه باشه. نگاه کنم آیا چیزی روی میز هست، روی صندلی هست، اگه رو دسته صندلی چیزی قرار داره یعنی اینجا رو کسی به مالکیت در آورده. تصویری در این باره داریم برای کدگذاری؟ برای کدگذاری روی این تصویر بیاین دوستان اگه زحمت بکشن. بله ببینید، فرض کنیم ما دور این میز میخوایم بشینیم. حالا من الان دلم میخواست مثلا یکی از اینا سر میز حضور نداشت، اما قطعا وقتی شما میری سر میزی و میبینی یه چیزی روی میز هست، حتما اینجا قبلا کسی نشسته، اینجا مال کسی دیگه است، پس من روی اون صندلی نباید بشینم. بهترین حالتش اینه که بپرسم کجا میتونم بشینم، بپرسم اون جای مناسب رو بهم معرفی میکنم. خب اگر گفت هر جا که میلتونه. حالا میرسیم بهش. اتفاقا بعد از یکی دو تا اسلاید دیگه که با هم نگاه کنیم میرسیم دقیقاً به جایی که دوره میز کجاهاش خیلی بهتره برای نشستن با توجه به هدفی که داریم. اما اگر ما میزبان هستیم و کسی سراغ ما اومده، یادمون نره یه جای مناسب بهش بدیم، توی فشار قرارش ندیم، کاری نکنیم که زاویه نور چشش رو اذیت بکنه، مگر اینکه اون نیت رو داشته باشیم که دقیقاً بخوایم طرف رو یه جوری خب والا امیدوارم کسی با این نیت نخواد انجام بده. ولی جایگاه داره از نظر بیننده هیچ وقت این کارو نکنیم. ما قصد این بدآموزی نیست، بلکه میخوام بگیم این موارد هم وجود داره. بله بله. سعی کنیم یه رابطه برابر برنده ایجاد بکنیم که هر دو طرف رضایت ازش داشته باشن. این خودش خیلی تاثیر داره. و نکته بعدی، حالا قبل از اینکه برسم به اینکه حالا کجا دقیقاً بشینیم، اینه که از حرکات بدنتون استفاده کنید. سعی کنید توضیحاتتون رو با حرکات بدنتون انتقال پیام رو بهتر انجام بدید. خب من میتونم بشینم اینجوری دست و پامم تکون نخوره و فقط حرف بزنم لب‌هام تکون بخوره، پیام دارم میدم، آره قبول. اما فرق میکنه با زبانی که من وقتی دارم توضیح میدم از زبان بدنم کامل استفاده میکنم که یه مفهومی رو کامل به طرف مقابل انتقال بدم. ببینیم چی کار میخوایم بکنیم، از زبان بدنمون استفاده کنیم. بسیار تاثیر داره و حس بهتری رو انتقال میده. بسیار عالی. درباره نحوه نشستن چی؟ من خب قبلا چون زیاد صحبت کردیم اینا فقط یه مروره دیگه. غرق نشیم توی صندلی، توی صندلی نامناسب یه وقت انتخاب نکنیم. وقتی صندلی هست اصلا مناسب نشستن نیست. آمادگی نشسته که گفته بودم، سر پا بشینید، یه کمی رو به جلوی صندلی باشید، یعنی مشتاق به گفتگو هستید. یکی از چیزهایی که اصلا ما تو مذاکرات بین الملل هم داریم، معمولا میگن که وقتی سر یه میزی میشینید برای مذاکره، مثلا یه دستتون یا روی میزه یا مثلا دارید باهاش صحبت میکنید، یه دست دیگه هم باز یا روی میزه یا روی پا، ولی یه دستتون باید آزاد باشه برای استفاده کردن. این که شما مثلا فرض کنید پشت یه میزی نشستید و دستاتون جمع پیدا نیست. حالا بد نیست بعضی مواقع. حالا من ان شاءالله اگه بشه برای هفته آینده یه کلیپیو میارم از برنامه‌های خود صدا و سیما هم هست که قشنگ متوجه میشیم که آره یه جایی موجی داره خیلی خوب حرف میزنه و یه جایی تحت فشاره و دستا پایین زیر میزه و اصلا هیچ واکنشی از زبان بدنش نمیبینیم. البته هست، ما شاید متوجهش نشیم و خودشو پنهان کرده. یه جایی بعد که گفتگو صحبت عوض میشه و مسلط تره، میاد روی میز، دست میاد بالا و شروع میکنه وقتی صحبت کردن با بیننده و مخاطبش از دستاش استفاده کردن. اینو استفاده کنیم، یعنی قایم نکنیم بدنمون که قرار نیست استفاده بکنیم. این ذهنیت غلط که این هیجان رو نباید نشون داد به نظر من اشتباهه. البته هیجانی قرار نیست رفتار کرد، اما قرار هست از این ابزارمون به درستی استفاده بکنیم. بسیار عالی. اگر چند نفر بودن؟ حالا خیلی نکته ظریفیه. اگه دوره یه میزی نشستیم و چند نفر بودن، من قبلا در مورد تکنیک همگام سازی صحبت کرده بودم. یادمون نره همگام سازی کنیم، این خیلی مهمه. از همین همگام سازی کشف کنیم اون نفر اصلی دور میز کیه. شاید من هنوز بهم معرفی نشده باشه درست که نفر اصلیه که، شاید اصلا عنوان و پست اون آدم مهم نباشه، نفر اصلی کسی باشه که تو اون عنوان نیست. بله، اون رئیس نیست، مدیر عامل اصلی نیست، ولی اون تاثیرگذاره. اون از همون قبلا چون گفتم فقط مروره. از همگام سازی میتونیم بفهمیم که چه شخصی نفر اوله و بقیه دارن پیرو اون از رفتارش تبعیت میکنن. اما چند تا چیز خیلی مهم، تقسیم نگاهو فراموش نکنیم.
من خیلی زیاد میبینم توی جلسه یه نفر نشسته، حالا یکی مخاطبش قرار گرفته بر حسب اتفاق، دیگه فقط داره با این حرف میزنه. خب دوستان دیگه ای هم هستن سر جلسه، دقت کن به بقیه هم نگاه کن، یه مقدار از صحبت تو که صحبت میکنی به بقیه نگاه کن، روی اون نفر آخر که برات مهمتر هست تاثیرگذاره با اون شخص تموم کن. بله، ولی این تقسیم نگاه رو حتما داشته باشید. یه نوع بی احترامی نگاه نکردن به بقیه. بعد همون بقیه که شاید با شما اصلا مسئله نداشتن، یه دفعه مخالف شما میشن و اجازه نمیدن شما به هدفت برسی. بسیار عالی.